شاروخ و ردنای دقیق که چه بکن دبیران ای سوی قلگی سرونه ده آیفون 11 گرفتم آیخونه سرم کده سوی قلگی سرونه ده آیفون 11 گرفتم آیخونه سرم کده. سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و هواداران شبکه کاروان عمر. سال در فدراسیون روسیه کار میکردیم. بعدا یک برادر تاجیک برادرش را دعوت کرد، به کار دعوت کرد و نزد ما آمد. البته ما در ستریکا کار میکردیم. هنگامی که 10 روز کار کرد، در آنجا یک پولی خوب به دست آورد، رفت تلفنی همان آیفون 13 پرو مکس خرید. بعدا برادرش گفت: ای برادر، تو عقلت را خوردی مگر؟ برایت کافی بود تلفن های 10,000، تو حالا تلفن آیفون را چیکار میکنی؟ برادرش که سن سالش خیلی کلان بود، بزرگ بود، اما از جهت عقل از برادر خوردیش دیده خیلی کم بود. بعدا در جواب دادرش میگوید که من کار کردم، به خاطر خودم کار کردم و با مهنت خودم تلفن خریدم. برادرش در جواب گفت: میدانم، عاشق شود، کار کردی، مهنت کرده، اما خوب میشود تلفن ارزان میخریدی و تلفن رو، یعنی همان تلفنی که آیفون 13 رو تو خرید کردی، پولش رو بر خانه روان میکردی تا خانواده همون کمی مشکلی هایشان را پسی سر میکردن. این برادر گفت: نه، گفت اول من مشکلی های خودم را پسی سر کنم، بعدا خانواده‌ام پسی سر خواهد شد. برادرش در جواب گفت که در صبح گفت در یک خانه همگی 5 6 7 8 نفر باشند، برای یک قند سفید جنگ و جنجال میکنند، اما تو باشد برای فکری خودت چیکار کرده؟ آیفون 13 خریدی، حالا که در خانواده همه گرسنه هستند و تشنه هستند و به چیز ماندند. دوستان عزیز، هست بعضی شخصانی که میروند زود تلفن های قیمتی میگیرند. از همه آنها خواهش میکنیم که اول کمودی های خانه را شما سبک کنید، بعدا یک کاری از پای کارهای خودتون شوید. آیفون 13 بر ما و شما نیست. آیفون 13 را همان شخصانی میگیرند که یک فایده از تلفن به دست میآورند، نه آنه که ما ضرر میبینیم. خدا نگهبان هر یک شما باشد.